یه دهه استراتژی‌های رشد شخصی رو تجربه کردم. وقتی اتفاقی اولین خرده عادتامو شروع کردم متوجه شدم استراتژی‌های قبلی که از اونها استفاده می‌کردم اصلا کارآمد نبودن. وقتی روشی جواب میده، روش دیگه‌ای که کارآمد نیستم خودشو نشون میده. علم خرده عادت‌ها نتایج ناپایدار اکثر استراتژی‌های رشد شخصی که قابل پیش‌بینی هم هستن و نمایان میکنه و به ما میگه چرا خرده عادت‌ها پایداری قابل توجهی دارن. خرده عادت رفتار کوچیک مثبتیه که شما خودتون رو موظف به انجام روزانه اونا میکنید. یه خرده عادت کوچکتر از اونه که شکست بخوره و به همین دلیل سختی زیادی نداره. به طرز فریبنده‌ای قدرتمنده و استراتژی برای ساخت عادت‌های بزرگتر. این استراتژی به شما کمک میکنه تا زندگیتون رو از زندگی 99% آدمایی که در این سیاره زندگی میکنن متفاوت بسازین. مردم معمولا فکر میکنن خودشون دلیل نرسیدن به تغییری پایی دارن، اما اونا مشکلی ندارن. بلکه استراتژی اوناست که مشکل داره. شما میتونید بدون احساس گناه، ترسیدن و شکست‌های متوالی به چیزهای بزرگی دست پیدا کنید. برای اینکه تغییراتتون پایدار باشن، شما باید جنگیدن با مغز خودتون رو متوقف کنید. و وقتی شما شروع میکنید با قوانین مغزتون کار کنید، ایجاد تغییرات پایدار اونقدر هم سخت نیستن. کمک به شما برای اضافه کردن عادتی پایدار و سالم به زندگیتون هدف نهایی این کتابه. آماده اید بفهمید عادات کوچیک چطور نتیجه‌های بزرگ به ارمغان میارن؟ من امیدوارم اینطور باشه، چون برای اینکه به شما بگم هیجان زدم. پس شروع کنیم. خرده عادت‌ها را تقدیم می‌کند. فصل اول، معرفی خرده عادت‌ها. سفر 1000 کیلومتری تنها با قدم اول شروع می شود. لاو تسه. بیایید اولین خرده عادتاتون رو شروع کنید. هر روز حداقل 5 دقیقه از این کتاب رو بشنوید تا وقتی که تموم بشه. ممکنه بیش از این بشنوید، اما به هیچ وجه کمتر نشنوید. وقت و تلاش زیادی برای شنیدن 5 دقیقه از کتاب لازم نیست. پس بهانه‌ای وجود نداره. حالا میتونید حین شنیدن در مورد خرده عادت‌ها داشتن یکی از اون خرده عادت‌ها رو تجربه کنید. همین لحظه بینیتون رو لمس کنید. جدی میگم. بعداً توضیح میدم. خیلی خوب. حالا به این فکر کنید که این نکات برای زندگی شما چه معنی دارن. 1. اهداف بزرگ بدون نتایج بی‌ارزشن. به طور مثال میتونم بگم که هر روز 2 ساعت ورزش میکنم، اما اگه هیچ وقت انجامش ندم بزرگی هدف مهم نیست. در واقع هدف بدون عمل به اعتماد به نفس لطمه میزنه. 2. مردم در تحقیقات به طور محسوس توانایی کنترل روی خودشونو بیش از مقدار واقعی اون تخمین زدن. این 2 نکته ساده نشون میده چرا آدمای زیادی برای تغییر خیلی مشکل دارن. اونا آرزوهای بزرگی دارن، اما تواناییشون برای انجام کارهایی که به تغییر منتهی میشه رو دست بالا میگیرن. یعنی بین خواستن و توانایی عدم تطابق وجود داره. اینجا 2 نکته دیگه وجود داره که میتونید در نظرشون بگیرید. 1. به انجام رسوندن کار کوچیک بی نهایت بزرگتر و بهتر از هیچ کاری نکردنه. 2. هر روز کار کمی رو به انجام رسوندن تأثیر بیشتری از به انجام رسوندن مقدار زیادی کار در یک روز داره. چقدر بیشتر؟ خیلی زیاد. چون یه ذره در هر روز برای ساختن یک عادت اساسی برای تمام زندگی کافیه و این عادتها اهمیت زیادی دارن. اگه این گفته‌ها به نظرتون منطقی میان، پس نتیجه گیریتون اینه که اهداف کوچیک بهتر از اهداف بزرگن. جالبه نه؟ این تازه شروع کاره. تا به حال احساس کردید گیر افتادید؟ تا به حال تلاش کردین تغییر مثبتی تو خودتون ایجاد کنید و موفق نشدید؟ بارها این کارو کردید و حتی برای طولانی مدت بیخیال تلاش کردن شدید. فکر میکنم همه ما همچین تجربه‌ای داشتیم. اما بذارید این سوال‌های جالب رو از شما بکنم. اگه عملی کردن تصمیم‌ها و برنامه‌هاتون مشکلی نداشت و مشکل از استراتژی بود، استراتژی که تمام افراد میتونستن از اون استفاده کنن و اونو تایید کنن دیگه چیه؟ و علم در مورد رفتار بشر، اراده و مغز چه جایگزین بهتری برای عملی کردن برنامه‌هاتون میتونه پیشنهاد بده؟ جایگزینی که به ندرت استفاده شده یا ترویج داده شده باشه.
و چی میشد اگه استفاده از این استراتژی همه چیزو برای شما تغییر میداد؟ مهم نیست شما چه احساسی داشته باشید، ولی میتونستید عمل کنید، به اهدافتون برسید، عادات خوب درست کنید و زندگیتون رو تغییر بدید. به دنیای خرد عادت‌ها خوش اومدید. به نظر زیادی میاد، میدونم، اما شما اینجا فقط خرد اتوبیوگرافی منو میخونید. این عین واقعیت و الهامیه که برای من تو اواخر سال 2012 شروع به اتفاق افتادن کرد. 10 سال گذشته زندگی من جستجو و چالش مداوم برای رشد بوده، به همراه نتایج ناامید کننده. اما بعد چیزی رو امتحان کردم که پیشرفت غیر منتظره در پی داشت، برخلاف تمام تجربیات گذشته من، و سعی کردم تا بفهمم چرا این استراتژی عجیب اونقدر خوب جواب داد. و من متعجب بودم و هنوزم هستم که چطور همه چیز کنار هم جای میگیره و الان این کتاب اینجاست. ما خیلی سریع خودمون رو برای بازدهی پایین مقصر میدونیم، اما به میزان کمتری تقصیر رو به گردن استراتژی هامون میندازیم. بعد دوباره و دوباره تکرارشون میکنیم. سعی میکنیم کاری کنیم که جواب بدن. اما موضوع اینه، اگه نتونید از یک استراتژی بیش از چند بار استفاده کنید، باید یکی دیگر رو استفاده کنید. مهم نیست اگه برای همه جواب میده ولی برای شما کار نمیکنه. این درسیه که من آرزو میکنم چند سال پیش میدونستم. از شما خواستم بینی خودتون رو لمس کنید، چون میخواستم چیزی رو به خودتون ثابت کنید. اول به این توجه کنید که جایزه‌ای برای لمس بینیتون وجود نداره. بعد به این توجه کنید که به هر حال انجامش دادید، چون میتونید انجامش بدید. اگه این کار رو انجام ندادید، الان انجامش بدید تا مطالب بعدی برای شما هم صدق کنه. یا عمل کوچیک دیگه ای انتخاب کنید اگه از اون آدمای سرسخت هستین. شما تونستید بینیتون رو لمس کنید، چون مقاومتتون از ارادتون قوی تر نبود. تبریک میگم، شما حالا توسط خرد عادت‌ها تایید شدید. این یک تمرین ابتدایی در مورد اراده بود. اگه شما میتونید خودتون رو به لمس بینیتون وادار کنید، پس میتونید با استراتژی این کتاب به موفقیت دست پیدا کنید. شوخی نمی‌کنم. این کتاب صوتی پیش شماست، چون من در 28 دسامبر 2012 یک شنای سوئدی رفتم. توانایی من برای انجام 16 تا شنای سوئدی پشت سر هم و هیکل متناسبم نتیجه همون یک شنای سوئدیه. من هر روز می‌نویسم و می‌خونم به خاطر همون شنای سوئدی. همون یک شنای سوئدی اولین قدمی بود که باعث تمام این تغییرات بزرگ در زندگی من شد. هر دستاوردی روی زیر ساختی به دست اومده. وقتی رد پاشو دنبال می‌کنید، یه قدم کوچیکو می‌بینید که شروعش کرده. بدون اون یه شنای سوئدی من هنوز به دنبال انگیزه‌ای برای باشگاه رفتن بودم و برای خوندن و نوشتن به طور مداوم. اون شنای سوئدی باعث شد من این استراتژی تازه رو پیدا کنم که این فواید زیادو به همراه داشت. آماده ای داستان اون عمل کوچیکو که همه چیزو برای من تغییر داد بشنوید؟ چطور شروع شد؟ چالش یک شنای سوئدی. من فکر میکنم باید اسمشو شنای طلایی بذارم. در 28 دسامبر 2012 و نزدیک سال نو، مثل خیلی افراد دیگه من به سال گذشتم نگاه میکردم و تحت تاثیر قرار نگرفته بودم. میخواستم در 2013 بهتر زندگی کنم. بزرگترین خواستم تناسب اندام بود. اما نمیخواستم برای سال جدید هدف تعیین کنم. من سالها قبل علیه اونا تصمیم گرفته بودم، چون اونها در بهترین حالت 8% امکان موفقیت دارن. احساس میکردم شانسم برای برنده شدن در لاس وگاس بیشتر از موفقیت در زندگیه. از سالهای پایانی دبیرستان من سعی کرده بودم ورزش کردن رو به یک عادت تبدیل کنم. اما با وجود تلاش‌های 10 ساله من تبدیل به عادت نشد، چون اونا نتایجی نیستن که اعتماد به نفس شخص رو بالا ببرن. انگیزه‌های من برای تغییر معمولاً فقط 2 هفته پایداری داشتن و بعد از اون به دلیلی متوقف می‌شدن. من که می‌خواستم تا قبل از اول ژانویه که نقطه شروع در ارتباط با اهداف بود کاری انجام بدم، تصمیم گرفتم با ورزش کردن روزانه 30 دقیقه شروع کنم. اما من بی حرکت موندم و انگیزه پیدا نمی‌کردم. من جملات روزانه انگیزشی رو امتحان کردم. بجم استفن، قهرمان‌های واقعی باید تلاش بیشتری کنن. گوش دادن به موسیقی، تصویرسازی خودم با بدن ورزیده و چیزهای دیگر رو امتحان کردم. هیچ چیز جواب نمیداد. احساس می‌کردم تناسب اندام ندارم و بی ارزشم، تا جایی که هیچ کاری از دستم بر نمی‌اومد. 30 دقیقه ورزش کردن به سختی بالا رفتن از قله اورست بود. ورزش کردن هیچ جذابیتی نداشت. احساس می‌کردم حسابی شکست خوردم و همینطورم بود. زمان مورد نیاز یا تلاش لازم برای ورزش 30 دقیقه‌ای نبود که منو میترسوند، بلکه تلاشی که برای رسیدن به بدن ایدئالم لازم داشتم منو میترسوند.
فاصله بین اینجا و اونجا خیلی زیاد بود. سنگینی 1 سال ورزش کردن آزارم میداد. احساس گناه میکردم. احساس میکردم شکست خوردم و انگیزه‌ای نداشتم. تمام اینا قبل از این بود که کاری انجام بدم. نقطه عطف. چند ماه پیش من کتاب فوق‌العاده‌ای در مورد تفکر خلاق و حل مسئله به نام وسیله‌های متفکران از مایکل میچالکو خونده بودم. یکی از وسیله‌ها که اون برای تفکر خلاق در موردش صحبت میکنه چهره‌های دروغین نام داره. در چهره‌های دروغین شما متضاد اون چه که به اون فکر میکنید و در نظر میگیرید و میبینید چه ایده‌های خلاقانه‌ای از اونا بلند میشه. یک مثال خام. به جای ساختن یه آسمون خراش، اگه یه ساز داخل زمین میساختید چی؟ حاصل این نوع تفکر رسیدن به ایده‌های خلاقانه با برداشتن تمرکز از روی یک موضوع و دیدن طیف چیزهایی که امکان پذیرنده. من باید مشکلی رو حل میکردم و این تکنیک تو سرم جرقه زد. پس من به متضاد 30 دقیقه ورزش فکر کردم. بستنی خوردن و تلویزیون تماشا کردن یکی از متضادها بود. بعد من تصور کردم که 30 دقیقه ورزش کامل در اون لحظه به نظر چالش خیلی بزرگی می اومد، مثل اورست. یک متضاد دیگه که من انتخابش کردم میزان ورزش بود. اگه به جای تعهد بزرگ 30 دقیقه‌ای که متشکل از عرق کردن و ناآرامی بود تنها 1 شنا میرفتم چی؟ نیازی نبود کار بیشتری انجام بدم. تنها 1 شنا. دقیقاً متضاد تمرین قله اورست بود. به ایده خودم خندیدم. چقدر رقت انگیز. 1 شنا اصلا کمکی نمیکنه. نیاز دارم بیشتر از این حرفا تلاش کنم. اما هر بار که به سراغ برنامه اولیه‌ام میرفتم نمیتونستم انجامش بدم. بعد از اینکه از شکست خوردن برای 30 دقیقه ورزش کردن خسته شدم، با خودم فکر کردم بی خیال 1 شنا انجام میدم. روی زمین رفتم، 1 شنا انجام دادم و زندگیمو برای همیشه تغییر دادم. وقتی در حالت شنا قرار گرفتم، متوجه شدم دقیقاً مثل یه ورزش 30 دقیقه‌ای شروع میشه. شنا رو انجام دادم. شونم درد گرفت. آرنجام نیاز به بی‌حس کننده داشتن. انگار عضلاتم از چرت 24 ساله بیدار شده باشن. اما از اونجایی که در اون حالت بودم، چند شنای دیگه هم انجام دادم. هر شنا آزاری بر عضلات استفاده نشده و ذهن سرسختم بود. وقتی وایسادم به این نتیجه رسیدم که بهتر از هیچی بود. باید به شما بگم میخواستم بیخیال شم. اما بعد خواستم چالش کوچیک 1 شنا رو برای خودم بذارم. راحت‌تر از اون بود که نپذیرمش. تخت شنامو آوردم و 1 شنا رفتم. بعدم چند تا شنای دیگه انجام دادم. با خودم فکر کردم جالبه، سخته، اما نه اونقدر که من برای خودم سخت‌ترش کرده بودم. عضلاتم داشتن گرم می‌شدن. انگیزم برای تلاش بیشتر افزایش پیدا کرده بود. اما برای شروع کردن خیلی کم بود و بدن من ورزیده نبود و هنوز خیلی مقاومت درونی داشتم. من با همون استراتژی ادامه دادم. اونقدر کم تلاش کن که بازم ادامه بدی. حین جلسه 30 دقیقه‌ای ورزش 7 هدف کوچیک برای خودم تعیین می‌کردم. به این شکل. خیلی خوب، 1 دیگه. بسیار خوب. 2 تا دیگه. حالا 1 دیگه. هر بار با 1 چالش فوق راحت برای خودم تنه می‌ذاشتم. این چالش‌ها رو به پایان می‌رسوندم یا از اونها فراتر می‌رفتم. رسیدن به اهدافم هر چقدرم کوچیک بودن، حس خوبی به من می‌دادن. وقتی این چالش به پایان می‌رسید، 20 دقیقه ورزش کرده بودم و احساس فوق‌العاده‌ای داشتم. معمولاً در اینجای تمرین به سراغ یک ویدیوی 10 دقیقه‌ای ورزش شکم می‌رفتم. اما وقتی این فکر از ذهنم خطور می‌کرد، ذهنم بلافاصله مثل عبور پرنده از روی صفحه در بازی شکار اردک ردش می‌کرد و به من میگفت به اندازه کافی خوش گذروندی، اما شانستو خراب نکن. احتمالاً میتونید حدس بزنید بعدش چی کار کردم. تصمیم گرفتم زیراندازم رو روی زمین بندازم. مغزم اونو قبول کرد. بعد تصمیم گرفتم یک ویدئوی ورزش شکم پیدا کنم. ذهنم قبول کرد. بعد تصمیم گرفتم تحت فشار تمرین کنم. 10 دقیقه بعد عضلات شکمم مشتعل بودن. مهمه که اشاره کنم اینها تصمیمات فردی بودن. تو ذهنم به هیچ وجه انجام 10 دقیقه ورزش شکم رو در نظر نداشتم. اگه اینطور بود هیچ وقت نمیتونستم انجامش بدم. فردای روزی که 1 شنا رو تبدیل به 30 دقیقه ورزشی که غیر ممکن به نظر میرسید کردم، مقاله چالش 1 شنا رو نوشتم که تبدیل به یکی از پرطرفدارترین پستام تا به امروز شده. هنوزم پیامایی از مردم میگیرم که به من میگن این مقاله به اونا کمک کرده تا به طور مداوم ورزش کنن. همینطور که سال 2013 میگذشت، من همچنان روزی 1 شنا از خودم میخواستم. معمولاً بیشتر از 1 انجام میدادم. اما یه شب وقتی که در تخت بودم یادم افتاد که شنای اون روز رو فراموش کردم.
پس در تخت قل خوردم و یه شنا انجام دادم. برسیدن به ملزومات روز در دقیقه آخر خندم گرفت. به نظر بی‌معنی میاد، اما واقعا حس خوبی بود که به این راحتی موفق بشم و رکورد چند روزم رو حفظ کنم. بعداً متوجه شدم که این چقدر برای موفقیتم مهم بود. 2 نکته رو متوجه شدم. اول اینکه فقط چند شنا در روز احساس شما رو تغییر میده. احساس قدرت میکردم و عضلاتم وضعیت بهتری داشتن. نکته دوم این بود که متوجه شدم ورزش برام تبدیل به یک عادت میشه. حتی با چالشی به اون راحتی هر روز کاری رو انجام میدادم. ورزش‌های منظم برام راحت‌تر شده بودن. بعد از این تجربه راحت که پایدار بود، با خودم فکر کردم که آیا توضیحی علمی برای جواب دادن قدم‌های کوچیک احمقانه به جای اهداف بزرگ برای من وجود داره یا نه؟ تحقیقات نشون دادن که قطعاً جواب‌هایی وجود دارن و شما طی این کتاب صوتی اونا رو میشنوید. از اواخر ژوئن قدم بزرگ باشگاه رفتن رو برداشتم و از اون روز تا به حال چند کیلو عضله ساختم. در 20 سپتامبر پتانسیل این دستورالعمل رو برای جنبه‌های دیگه زندگیم پیدا کردم. جنبه‌هایی مثل نوشتن و خوندن. از اون به بعد با 4 برابر کردن بازدهی نوشتنم و 10 برابر شدن خوندن، در حالی که هیکلی ورزیده داشتم، خودم رو شگفت زده کردم. همه یه چیزایی که می‌خواستمشون در حال اتفاق افتادنن. حتی شروع به خوردن سالات‌های کامل کردم، فقط چون این کاری بود که می‌خواستم انجام بدم. وقتی روی خودتون در موارد کلیدی مثل ورزش و یادگیری سرمایه گذاری می‌کنید، در موارد دیگه هم این کار رو انجام میدید. فقط برای عادات خوب. قبل از اینکه جلوتر بریم، میخوام بدونید این کتاب به شما کمک نمی‌کنه سیگار یا اعتیاد به بازی و ترک کنید. خورده عادات فقط برای عادات خوبن. یعنی اضافه کردن عادات خوب به زندگیتون. از بین بردن عادات بد و ساختن عادات خوب یه هدف دارن. جایگزینی یک رفتار ناخودآگاه با رفتاری بهتر. با عادات خوب انگیزه اولیتون برای تغییر جوابی به سمت چیزی خوبه. خورده عادت‌ها روی جواب به سمت خوب تمرکز میکنه. تغییر عادات بد فعالی که عمیقاً در وجود شما ریشه کردن، مثل اعتیاد به مواد، شامل پروسه روانشناختی دیگه‌ایه که ممکنه نیازمند کمک تخصصی باشه. به این معنی که اگه به دنبال چیزی هستید که در مورد عادات بد غیر فعال مثل تنبلی، ترس یا وقت تلف کردن شما را کمک کنه، این کتاب میتونه کمک بزرگی به شما بکنه. عادات بد غیر فعال معمولاً با بکارگیری عادات خوب در زندگی به حاشیه رونده میشن. چطور میتونید همچنان عادات بد داشته باشید اگه تمام وقتتون رو صرف عادات خوب بکنید؟ و صادقانه بگم، اضافه کردن عادات خوب به زندگیتون راحته. راه حل‌های سریع معمولاً جعلی‌اند. اما وقتی برای 1 دهه یا شاید تعدادی از شما بیشتر از 1 دهه با مغزتون جنگیدین، یک استراتژی که با مغزتون سازگاری داره نسبتاً آسون میشه. با دانش و استراتژی درست برای تغییر، چیزی که قبل از این غیر ممکن به نظر میرسید آسون و ممکن میشه. مثل باز کردن یک در قفل شده میمونه. فقط اگه کلید درست داشته باشید راحت خواهد بود. علاوه بر این، اونایی که در تاریکی هم به نور نیاز دارن. اگه تمام زندگیتون رو عادات بد تشکیل داده، اضافه کردن چند عادات خوب میتونه شما رو تغییر بده. تاریکی به خودی خود وجود نداره. این اسمیه که ما به غیاب نور میدیم. شاید آدما عادات بد دارن چون نور عادات خوب رو در زندگیشون کم دارن. این کار راه احتمالی دیگه‌ای هم روشن میکنه. اعتماد به نفستون رو بازیابی میکنه و به شما امید میده. همچنین زیربنای فوق‌العاده‌ای که میشه روی اون ساخت و ساز شروع کرد براتون فراهم میکنه. همچنین این اطلاعات تا اینجا به عنوان فلسفه زندگی که اهمیت اولین قدم رو نشون میده، توضیح میده و جشن میگیره وجود داره. به عبارت دیگه میتونه شما رو در مواردی به جز عادتتون هم کمک کنه. من صرفاً امیدوار نیستم که این کتاب به شما کمک کنه. من مطمئنم که اینطور خواهد بود. همونطور که مطمئن هستم اهداف سال جدید شکست میخورن که این احتمال آمار بالایی هم داره. با خورده عادت‌ها میتونید به شمار آدمایی بپیوندید که از باور نکردنی ترین راه‌ها زندگیشون رو تغییر میدن. خلاصه کوتاه از خورده عادت‌ها. از اونجایی که طی کتاب به خورده عادت‌ها اشاره میکنم، میخوام خلاصه‌وار این مفهوم رو توضیح بدم. یک خورده عادت اساساً نسخه خیلی کوچکتر از عادت جدیدیه که شما میخواید تشکیل بدید. 100 تا شنا در روز خرد شده و تبدیل به روزی 1 شنا شده. نوشتن روزانه 3000 کلمه تبدیل به روزانه 50 کلمه میشه.
دائما مثبت فکر کردن تبدیل به روزی 2 فکر مثبت میشه. زندگی کردن به روش کارآفرینان تبدیل به 2 ایده در روز میشه، در کنار دیگر چیزهای کارآفرینانه. زیربنای سیستم خرد عادت‌ها قدم‌های کوچیک احمقانه است. مفهوم قدم‌های کوچیک چیز جدیدی نیست، اما اینکه چطور و چرا جواب میدن به اندازه کافی تشریح نشده. قطعاً قدم‌های کوچیک هم نسبی هستن. یه قدم کوچیک برای شما میتونه پرشی بزرگ برای من باشه. گفتن کوچیک احمقانه این موضوع شفاف میکنه. چون اگه یک قدم در مقایسه با کارهایی که شما میتونید بکنید کوچیک به نظر میرسه، این عالیه. قدرت سیستم خرد عادت‌ها در استفاده طرز فکر، حلقه درون ساختاری از بازخورد مثبت، افزایش خودکارآمدی به طور طبیعی و البته تبدیل قدم‌های کوچیک به عاداته. در ادامه بیشتر اینو شرح میدم، اما درونی هم هست. سیستم ساده‌ای با پشتیبانی هوشمند و پیچیده. روش استفاده ما از خرد عادت‌ها استفاده از مقدار کمی اراده برای مجبور کردن خودمون به انجام اوناست. برای یک شنا یا نوشتن چند ایده به اراده زیادی نیاز نداریم. مزیت دنبال کردن سیستم خرد عادت‌ها به طرز شگفت‌آوری نتایج بزرگیه که اول از همه احتمال زیادی وجود داره که شما بعد از رسیدن به هدف لازم روز ستای اضافه برید. این به این دلیله که ما از پیش این رفتار مثبت رو می‌خوایم و شروع آنها مقاومت درونی و کاهش میده. مزیت دوم دستیابی به روتینه. حتی اگه فراتر از هدف لازم روز نرید، این رفتار کم کم تبدیل به یک خرد عادت میشه. بعد میتونید ستای اضافی انجام بدید یا عادت رو بزرگتر کنید. مزیت دیگه موفقیت دائمیه. یک هدف ممکنه اونقدر بزرگ باشه که شکست بخوره، اما خرد عادت‌ها کوچکتر از اونن که شکست بخورن و همچنین دچار فقدان احساسات مخرب و گناه و کافی نبودن که باعث شکست در اهداف هستن میشن. این یکی از معدود سیستم هاییه که به خاطر تشویق قدرتمند حلزونی و اهداف همیشه قابل دستیابی عملاً موفقیت هر روزه رو ضمانت میکنه. خرد عادت‌ها باعث شدن من احساس کنم غیر قابل توقفم. قبل از شروع خرد عادت‌ها احساس میکردم هیچ وقت نمیتونم چیزی رو شروع کنم. به طور خلاصه یه خرد عادت یه رفتار فوق‌العاده کوچیک مثبته که شما خودتون رو مجبور میکنید هر روز انجامش بدید. قدم‌های کوچیک همیشه جواب میدن و عادت‌ها با پایداری ساخته میشن. به همین خاطر این دو همیشه با همن. در باب عادت‌ها و مغز، چرا تنها از قدم‌های کوچیک در زندگی روزانه استفاده نکنیم؟ خب شما باید این کارو بکنید. اما عادت‌ها چارچوب زندگی شما هستن. پس نادیده گرفتنشون اشتباه بزرگیه. وقتی من قدرت قدم‌های کوچیک و از چالش یک شنا متوجه شدم، احساس می‌کردم ابرقهرمانیم که قدرت ماوراییشو یافته و با خودش فکر کرده چطور میتونم از این بهترین بهره رو ببرم. جواب عادت‌ها بود. این کتاب روی استفاده از قدم‌های کوچیک برای عادت‌ها تمرکز میکنه، چون هیچ چیز مهمتر از عادتاتون نیست. یه تحقیق در دانشگاه دوک نشون داد که حدود 45% رفتار ما از روی عادته، ولی اونا حتی بیشتر از 45% که این تحقیق نشون میده هستن، چون عادت‌ها رفتاری‌اند که به طور منظم تکرار میشن، معمولاً هر روز، و این تکرار به مزایای بزرگ یا تخریب بزرگ در بلند مدت اضافه میکنه. عادت روزانه 1000 کلمه نوشتن نتیجه 365,000 کلمه در سالو به همراه داره. این برابر با 7 رمان 50,000 کلمه‌ای که البته از رمان 580,000 صفحه‌ای لئو تولستوی جنگ و صلح کمتره. این رمان‌های کلاسیکو که هر کدوم حدوداً 50,000 کلمه هستن رو در نظر بگیرید. راهنمای مسافران مجانی کهکشان از داگلاس آدامز 46,333 کلمه. نشان سرخ دلیری از استفن کرین 50,776 کلمه. گتسبی بزرگ از اف اسکات فیتزجرالد 50,061 کلمه. حالا ممکنه شما در اولین تلاش یا 100 تلاش اول رمانی که اینقدر شهرت جهانی پیدا کنه ننویسید، اما اگه سالی 7 رمان بنویسید حداقل چند تلاش برای تکمیل و عالی کردن اثرتون دارید، مگه نه؟ عادتهای دیگه که بالقوه میتونن زندگیتون رو زیر رو کنن اینا هستن. عادت روزانه 20 دقیقه ورزش کردن برای تغییر اندامتون کافیه. عادت خوردن غذاهای سالمتر میتونه سالهای زیادی رو به زندگیتون اضافه کنه و طی این سالها نشاط بیشتری به شما میده. عادت هر روز 1 ساعت زودتر برخاستن برای مطالعه هر سال 365 ساعت اضافی به شما میده.
با سرعت متوسط 300 کلمه در دقیقه این زمان اضافی به شما کمک میکنه سالیانه 6,570,000 کلمه یا 131 کتاب 50,000 کلمه‌ای مطالعه کنید. این یعنی تعداد زیادی کتاب و راهی مطمئن برای افزایش دانشتون. همچنین مثالهای کمتر واقعی دیگه‌ای مثل مثبت فکر کردن و قدردان بودن وجود دارن که میتونن تأثیر قابل توجهی روی زندگیتون بذارن. با خورده عادات این مغازه‌ای که در اون اجناس مرغوب زندگی وجود دارن آماده به کاره. عادات مورد علاقه خودتون رو انتخاب کنید و اونا رو به لیست خریدتون اضافه کنید. قبل از اینکه از خودتون بیخود بشید، باید این کتاب صوتی رو تموم کنید. اطلاعات مهمی در ادامه کتاب وجود دارن که به شما کمک میکنن موفق بشید. لغتنامه مریم وبستر کلمه عادت رو اینجوری معنی میکنه: نوعی معمول از رفتار کردن، چیزی که یک فرد به طور منظم و مکرر انجام میده. از اونجایی که من با کلمات مقاومت و اراده استفاده میکنم، میگم رفتاری که انجام دادنش راحت تر از انجام ندادنشه. عادات به طور مستقیم قابل دسترسی نیستن. شما نمیتونید همین الان عادتی رو درست کنید یا از بین ببرید. اونا طی زمان با تکرار ساخته میشن. عادات در مغز چه شکلی هستند؟ رشته‌های نورونی شبکه‌های ارتباطی در مغزن و این رشته‌ها شکل عادت‌ها در دنیای فیزیکی هستند. به محض اینکه رشته‌های عصبی منتسب به یک عادت به وسیله یک فکر یا یک نشانه خارجی تحریک میشن، یک جریان الکتریکی از رشته‌های داخل مغزتون ارسال میشن و شما رغبت یا فکری در باب شرکت کردن در یک رفتار عادتی خواهید داشت. به طور مثال اگه هر روز بلافاصله پس از بیدار شدن دوش بگیرین، شما رشته نورونی که با اون رفتار مرتبطه دارید. شما بیدار میشید، نورون‌های دوش ارسال میشن و شما مثل یک زامبی به سمت دوش میرید بدون هیچ فکری. این جادو و طلسم داشتن عادت است، بدون وابستگی به اینکه خوب یا بد باشن. هرچه که یک عادت نهادینه تر میشه، رشته نورونی مرتبط با اون کلوفتر و قوی تر میشه. داشتن این اطلاعات هدف ما رو آسان‌تر و شفافتر میکنه. ما میخوایم رشته‌های نورونی مشخصی بسازیم و با تکرار اونا رو قوی کنیم. وقتی اینطور بیان میشه به نظر آسون میاد، اما ما باید روی محدودیت‌های ذاتی بشر فائق بشیم تا بتونیم این کار رو انجام بدیم. خیلی از استراتژی‌های استانداردی که شما برای عادت‌ها پیدا می‌کنید، این محدودیت‌های اثبات شده رو حساب نمی‌کنن و قدرت اونا رو دست کم می‌گیرن. یا جملاتی مبهم که کمکی به شما نمی‌کنن. مثلا میگن خیلی سخته، ولی شما باید با تمام وجود اونو بخواید. بدون برنامه مشخص برای کنترل محدودیت‌ها یا کم میارید و نمیتونید دیگه ادامه بدید و یا به دلیل ناپایداری خیلی زود دست از تلاش میکشید. حتی اگه با انگیزه فوق‌العاده بالا شروع کنید. احتمالا مشخصه که من یکم ضد انگیزشیم، به این دلیل که برای 10 سال منو محکوم به شکست کرده، اما بعداً در موردش صحبت میکنیم. عادت‌ها موضوع مرگ و استرس هستند. همینطور که ما اهمیت عادت‌ها رو مورد بحث قرار میدیم، استرس رو در نظر داشته باشید. سرعت پیشروی دنیای امروز بیشتر از هر زمان دیگه‌ایه و به نظر میاد نتیجه این موضوع مضطرب‌تر بودن ماست. زندگی بی‌نقص نیست و سفر در اون بدون استرس غیر ممکنه. سوالی که اکثر آدما هیچ وقت نمیپرسن اینه که استرس چطور روی عادتام تاثیر میذاره. استرس رفتار عادتی رو افزایش میده، هم در مورد عادت‌های خوب و هم بد. 2 آزمایش، یکی تو دانشگاه کالیفرنیا و اون یکی تو دانشگاه دوک، نشون میدن که استرس تمایل افراد و نسبت به رفتار عادتی افزایش میده. تحقیقات پروفسور وندی وود در مجله شخصیت و روانشناسی اجتماعی میگه وقتی افراد مضطربن نمیتونن راحت تصمیم بگیرن، به این دلیل که ارادهشون ضعیفه یا احساس غرق شدن دارن. وقتی شما برای تصمیم گرفتن خسته اید، تمایل دارید کاری که معمولاً انجام میدید و تکرار کنید. این در مورد عادات خوب و بد، صادقه و بینشی حیاتی برای اهمیتشون در زندگی ماست. فقط برای یه لحظه تصور کنید چی میشد اگه عادتهای بدتون به شما استرس میدادن. این دستورالعملی عالی برای ساخت حلقه‌ای از واکنش‌های منفیه. استرس شما عادتی بد و تحریک میکنه که احساس گناه رو برمیانگیزه. یعنی وحشت و نگرانی درونی و استرس بیشتر که دوباره عادت رو تحریک میکنه. اما حالا تصور کنید چی میشد اگر عاداتتون به طور طبیعی استرس رو براتون از بین میبردن. به طور مثال ورزش کردن. در این مورد استرس شما رو به باشگاه میبره و ورزش به شما کمک میکنه که تنش‌ها رو تخلیه کنید.
تفاوت تاثیر زمانی که کسی شما رو در شرایطی مثبت قرار میده تا با وجود اتفاقات ناگوار زندگی موفقیتی کسب کنید، در حالی که یکی دیگه شما رو تهدید به قرار دادن در مارپیچ منفی میکنه، روی زندگیتون باور نکردنیه. از اونجایی که من طرفدار فوتبال آمریکایی‌ام، به چرخیدن بازی وقتی یکی از تیم‌ها با عبور دادن توپ از خط دروازه حریف 7 امتیاز میگیره، اما بازیکن خط حمله مانع حرکتی مشابه برای تیم حریف میشه رو تصور کنید. این فقط 7 امتیاز برای اون تیم نیست، بلکه 7 امتیاز احتمالی رو هم از تیم مقابل میگیره. این یک چرخش 14 امتیازیه. به خاطر استرس همه عادت‌ها چرخش 14 امتیازی هستند. مفهوم دیگه این مسئله سختی تغییره. میزان بالای استرس تغییر زندگی رو برای ما بیشتر چالش برانگیز میکنه. همونطور که پروفسور وود میگه، شما به تکرار اون چی که معمولاً انجام میدید تمایل دارید. استرس به ما کمک میکنه به سمت عادت‌هامون بریم. همچنین کاری میکنه که از همه چیزهای دیگه دور بشیم که شامل اون رفتار مثبت جدید که ما میخوایم به عادت تبدیلش کنیم هم میشه. شما در حال حاضر متوجه نمیشید، اما من لبخند میزنم. وقتی استرس میگیرم، فرمول استاندارد عادت به دلیل قوی تر شدن عادتهای پیشینمون فرو میریزه. اما سیستم خرد عادتها اینجا شما رو ناامید نمیکنه. چقدر طول میکشد تا یک عادت جدید شکل بگیرد؟ بستگی داره. هر کسی به شما یه چیزی میگه که معمولاً هم اشتباهه. 21 یا 30 روز طول نمیکشد. به خاطر پیت و همه افراد دیگه میخوام این جمله روی تمام بیلبوردها بره. افسانه عادت در 21 روز توسط دکتر مکسول مالتز، یک جراح پلاستیک ساخته شد. گفته میشه دکتر مالتز متوجه شد کسایی که دچار قطع عضو شدن طی 21 روز به از دست دادن یک عضو عادت میکنن. پس اون اعتقاد داشت که 21 روز طول میکشه تا آدما به تغییرات زندگی عادت کنن. واقعا آقای دکتر، من اعتقاد دارم کنار اومدن با از دست دادن عضو با تلاش برای بیشتر آب خوردن تجربه مشابهی نیستن. همچنین اضافه میکنم که هر دوی اونا با تلاش برای انجام روزانه 150 تا شنا متفاوتن. تحقیقی در مورد مدت زمان لازم برای شکل گرفتن عادت که بیشترین نقل قول به صورت مداوم از اون انجام شده در سال 2009 در مجله اروپایی روانشناسی اجتماعی چاپ شد. هر شرکت کننده یه رفتار روزانه برای خوردن، آشامیدن یا فعالیت فیزیکی رو انتخاب کرد که 12 هفته انجام بده. و به چه نتیجه‌ای رسیدن؟ به طور متوسط 66 روز طول می‌کشد تا رفتاری به عادت تبدیل شود. اما دامنه بزرگیه. از 18 روز تا 254 روز که نشون میده برای هر آدم زمان متفاوتی برای تشکیل یک عادت لازمه و این که در بعضی موارد خیلی زیاد طول میکشه. چالش‌های 21 روزه یا 30 روزه خیلی محبوبن، اما امکان این که عادات زیادی شکل بدن پایینه. روزی یه لیوان آب نوشیدن میتونه پنجره 21 روزه‌ای به روتون باز کنه، اما چیزی چالش برانگیزتر مثل روزانه 100 تا درازنشست به بیش از 100 روز یا حتی بیشتر برای تبدیل شدن به عادت نیاز داره. این خبر بد بود. ولی خبر خوب اینه که عادت‌ها ناگهانی به وجود نمیان و ناگهانی از بین نمیرن. اگه 60 روز 100 تا درازنشست برید، روز 61 راحت‌تر از روز اول خواهد بود، حتی اگه هنوز کاملا ناخودآگاه انجامش ندید. ساختن یک عادت مثل دوچرخه سواری روی سطحی با شیب تند سرعت میگیره. برای شروع باید با تمام زوری که پاهاتون دارن رکاب بزنید. بعد از اون به تدریج آسان‌تر میشه، اما شما باید تا رسیدن به بالای تپه رکاب بزنید. اگه این کارو نکنید به عقب برمیگردید و پیشرویتون رو از دست میدید. تجربه من میگه اولین نشونه ساخته شدن عادت کاهش مقاومته که کاملا با عقل جور در میاد. ذهن ما به صورت داخلی توسط ارسال پالس‌های الکتریکی با رشته‌های نورونی ارتباط برقرار میکنه و ما میدونیم که الکتریسیته همیشه مسیری رو انتخاب میکنه که کمترین مقاومت رو داره. مثل این مفهوم ذهن ما ترجیح میده عادت رو انجام بده چون رشته‌ها و جایزه‌هایی برای اونا وجود داره. اما رفتار جدید اثبات نشده، ریسک دار و بدون هیچ رشته نورونی هستن. پس وقتی هنوز رشته‌ای پایدار برای این رفتار ندارید، باید خودتون رفتار معمول رو باطل کنید. همینطور که بیشتر انجامش میدید، بچه رشته‌های عصبی رشد میکنن و در طول زمان با رفتار سابق رقابت میکنن. در مورد پروسه مهم نیست چقدر طول میکشه تا یک عادت ساخته بشه، چون به هر حال شما میخواید تا همیشه انجامش بدید. چرا میخواید 6 ماه ورزش کنید و وقتی به هدفتون رسیدید دیگه ورزش نکنید؟ برگشتن پس از رسیدن به اون نقطه دلسرد کننده نیست؟
چیزی که واقعا مهمه تشخیص نشونه‌های تبدیل یک رفتار به یک عادته که بعد از اون میتونید تمرکزتون رو روی چیز دیگه‌ای بذارید و همچنان اون رفتار رو انجام بدید. یه نکته جالب دیگه در مورد تحقیق سال 2009. محققا به این نتیجه رسیدن که یک روز انجام ندادن اون رفتار باعث نمیشه از خط عادت خارج بشید. از منظر فیزیولوژیکی یک روز نه پروسه رو تشکیل میده و نه اونو از بین میبره. اما از منظر روانشناسی یک روز رفتار رو انجام ندادن در صورتی مشکل ساز میشه که شما به اون اجازه بدید مشکل ساز بشه. بهتره هر روز رفتار رو تکرار کنید، اما اگه این کارو نکردید این نکته رو به خاطر داشته باشید. ممکنه جلوی دل سرد شدن و از دست دادن پیشرفتتون رو بگیره.